صبح بخیر دوستان عزیز، امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم و در اینجا چه خیلی که دیده استید خمیر نمودی ننگی موندگی مونه تا زیادی کده بود. چه خیلی که گفتم خمیر آزی تنگ میکنم، یک زفترکی آس سونک بهر شما پیشکش میکنم با کلباسه و سیر اگر که اومده است باشه تنگ میکنم. بعد نشان میتم که چه خیلی میکنیم. آزی تنگ کنم شه با نشان میتم. اینم خیلی تنگ کردم شه دوستان عزیز. تنگ کردم شه اکی را چی میکنم؟ کلباسه و سیره در بالاش نتیراد میکنم. ای تیورکا میگذرانم با نشان میتم. بعد اینم خیلی نتیراد میکنیم در بالاش. رحمت دوستان عزیز که با ما هستید، ما رو دستگیر میکنید، در کامنتار گپای خوب مینویسید، از من میندارم. در همه جاش باید یک خیلی باشه. دیگه گذرانده شدم همش تنگ کده. چی میکنم؟ یک خیلی تنگ میکنم. اینجا چون همیشگی فریضه قطعی محوش در پیش من، این رو صدیق نیست، مکتب نیست. به همه استقلالیت مبارک باشد. نمی خیلی سیره میگیریم میگذرانیم. اینجا 250 گرم سیره همون رو نیمشه گرفتم میگذرانیم. نیم کمتر شد، ممکن 100 گرم ای. اینم خیلی سیره من دختم تا اومده میشه. تا داده تا آخرش میرم رنگی زولای سمبوسه. اینم خیلی با رنگ اموز زولای سمبوسه قدم خیلی میکنه میشه. بعد میبریم شمخلی. نیم خیلی میبریم دوستای عزیز، از یمش ببرم. نیم خیلی دوستان عزیز همش بریدم. نیم خیلی. بعد دو تا تخمه میگیریم، دو تا دیگه تخم در پای میگیریم. در یک کاسه عدل لاد میزنیم، نمک میاندازیم کمتر، لاد میزنیم، یک جویا میکنیم. این اینجا باشه روغن نماندیم گرم شید. یک تای هم میگیریم، در همین تخم یک جویا میکنیم. وقتی که یک جویا کردیم پس اون دست سکواراتکا میاندازیم. هم خالی همش هم خالی کدام میگیریم. همش در تخم تر میکنیم با میمونیم. وقتی که انداختیم علاقه پیشنگیش سرخ شدن، من دو طرف گرداندم. با همش گردانده دو طرفش سرخ میکنیم. با وقتی که اون طرفش سرخ شد اینایی اگلاش این خیلی قفیده با سرخ میکنیم. این خیلی با مونده همه جاش شروع سرخ کرده میگیریم. این خیلی دوستای عزیز زفترک یک نمودی آس سنتی با مزه کودک خورد. چه خیلی که همه میدونن همه کلباسه و سیره کودک همش قریب دوست میدارن. خیلی وقتی که درونش پخته با اینایی یا براوش این خیلی قیده شروع کرده. اینم خیلی مونده سرخ میکنیم همه جاشو شروع کرده.
نگاه چقدر خشرو آمده است سرخ که خشروه با هم مزه که برای چی که خمیرش چقدر که دینا گفتم ریزانه که با مزه هم خمیرش ایو گوشتی که درونش تا بود دیننگی چیمون مرغ دادری تست ای مرغ دا چیش با مزه بود تستش دوستان عزیز نه یکم انداختگی من تیار شد ناز یک تشم میبرم نشان میتم درونشه چقدر که دیده است سرخه که خشر اومده بیرونش اینا درونش وای سیر که داره نم خیلی میویه با مزه خشروی حتما تیار کنید نمیخواد کسی خورده است باشه اشتیای طعام با ما هم اشتیای طعام دوستان عزیز اینجا ما عبید شکر رو میکنیم این قروتابه قروتاب میکنیم روغنش نگاه کردیم گرم شو میریزیم تیار اینه میخوام موقتی فریزه در طاوقچه میخوریم با دست فقط موقتی فریزه در طاوقچه میخوریم نمیخوام دوستای عزیز ویدیومون در اینجا به پایان میرسونیم تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشد خدا نگهدار هر یکی ما و شما باشد خیر به ما اشتیای طعام کسی خورده است باشه به شما هم اشتیای طعام